به نام خدا، با عرض سلام و احترام. حجتی هستم، مدیر گروه آموزشی چشمه. در این فیلم آموزشی ما قراره با هم با نحوه دانلود رایگان مقالات آشنا شیم. برای انجام این کار من توی حالا این فیلم آموزشی میخوام یک مقاله از ژورنال استراکچرز دانلود کنم. صفحه ژورنال رو میارم و ثبت میکنم لود چه. در این قسمت برای مثال من میخوام یک مقاله در زمینه میراگرهای فولادی سرچ کنم و مثلا سال 2020 خب مسلما از این روشی که ما قراره استفاده کنیم مقالات جدید رو نمیشه دانلود کرد. مثلا این مقاله اولی رو من باز میکنم و این مقاله رو ما قراره با هم دانلود کنیم. برای انجام این کار یه تب جدید باز میکنم و اسم گروه آموزشی چشمه رو سرچ میکنم، اینتر میزنم. سایت اولیو که مشاهده میکنید گروه آموزشی چشمه با این لوگو، روی این کلیک میکنم و در سربرگ دانلود رایگان مقاله اینطور صفحه‌ای رو به شما نشون میده. در قسمت چشمه ها شما فقط کافیه که شناسه دیجیتال یا اون دیوهای مقاله رو روش راست کلیک و کپی لینک رو میزنین، کپی لینک ادرس، و توی این قسمت پیستش میکنم و حالا روی اوپن کلیک میکنیم. ثبت میکنیم تا مقاله لود شه. خب در مقالات جدید شما زمانی که این کار رو انجام میدید به احتمال خیلی زیاد که حالا نوشته میاد که این مقاله رو شما مجاز به دانلودش نیستین، اما برای مقالات 3-4 سال گذشته شما به راحتی میتونید با این روش مقالات رو دانلود کنید و کافیه اینجا روی گزینه دانلود کلیک کنید. خب پس ما توی این فیلم آموزشی با هم یاد گرفتیم چطوری مقالات رو دانلود کنیم. در صورت نیاز به مشاوره و انجام پروژه های تخصصی اجزای محدود، بنده و تیمم در خدمت شما هستیم. همچنین میتونید از طریق وبسایت گروه آموزشی چشمه پکیج های متنوعی و در زمینه آموزش های مقدماتی تا پیشرفته تهیه کنید. موفق باشید. خدا نگهدار.